بیا تو در قرآن بیندیش، بیا تو در قرآن بیندیش، به دو بحرین و یک مرجان بیندیش. تعقل زنده کن، اندیشه کن جان، به کل و من علیها فان بیندیش. در ماه مبارک رمضان، در شبهای رمضان، با برنامه تدبر در قرآن همراه شما عزیزان خواهیم بود. پس در پیج صدا و کلام خداوند ما را همراهی کنید. یقینا از ما چیزهایش خواهی شنید که کمتر به آن پرداخته شده. از ایجاز و رنگها در قرآن گرفته تا تحلیل نیکوترین داستانهای آن، ما به شما خواهیم گفت که در سور دوم هنگام برخاستن از قبر چه چیزی انتظار شما را می کشد. إنا سنلقی علیک، به زودی سخن سنگینی بر شما القا خواهیم کرد.